امروز که با شما صحبت میکنم دلار 125,000 تومنه. بشه 200,000 تومان، 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، 10 میلیون تومان هم خیلی چیزها تغییر نمیکنه. یکی از چیزایی که تغییر نمیکنه این که آدما بالاخره یه روزی بازنشسته میشن، آدما سنشون زیادتر میشه، مسن‌تر میشن، سالمند میشن، بیمار میشن، به پول بیشتر احتیاج دارن، خانوادهشون بزرگتر میشه و در آخر که همه ماها یه روزی از این دنیا خواهیم رفت. تمام کارهایی که در واقع امروز افراد جامعه ما میکنن، دلار میخرن، طلا میخرن، گرمی میخرن، از اون سایت میخرن، حالا من کاری با درست و غلطش هم ندارم، همه این کارهایی که میکنن مال ترس از آینده است. ترس از آینده‌ای که نمیدونن چه اتفاقهایی میفته. من میخوام بهتون بگم این نکته وجود داره اینجا و اون نکته اینه که زمانی که این تلاطم‌ها کمتر بشه، به یه در واقع سکونی برسه در واقع این اوضاع اقتصاد، فراموش میکنن که چی کار داشتن میکردن. شما تو رفتار آدمو نگاه بکنید می‌بینید بارها این کارا رو کردن و وقتی که یه ذره اوضاع از این تلاطم پایین یعنی کمتر شده، یه ذره حالا به سکون رسیده، حتی اون چیزایی که خریدن رفتن فروختن، جاش چیزای دیگه خریدن و استفاده کردن. واقعیت اینجاست. همه ماها به یک برنامه مالی بلند مدت احتیاج داریم و اون برنامه مالی بلند مدت در تمام دنیا بیمه عمره. این یک واقعیت در واقع که باید بپذیریمش. واقعیت‌های جامعه‌مون چیزایی که بهش گفتم، نه فقط اینجا، همه جای دنیا اینا با زندگی انسان مانوسه. این اتفاقها در هر شرایطی، جنگ، بیماری، دلار گرون، دلار ارزون، ما بالاخره یه روزی بازنشسته میشیم، یه روزی در واقع ممکنه بیمار بشیم، یه روزی ممکنه به پول احتیاج داشته باشیم و خیلی چیزای دیگه و همه اینا جمع شده توی بیمه عمر و برنامه مالی که این بیمه عمر بر ما میاره. چون می‌دونید مال 20 سال دیگه است، مال 30 سال دیگه است. نذارید داستان‌های تورم و ارزش پول و کم میشه و اینا رو شما رو در واقع دور بکنه از فروش و مذاکره و این داستان‌ها. دیگه امروز تقریبا همه شرکت‌ها 50-60% اندوخته‌هاشون رو باش طلا خریدن، یعنی طلا می‌خرن برای اینکه ارزش پول رو حفظ بکنن. دیگه شما همه مشاور بیمه اید و می‌دونید چجوری بیمه‌ها رو تنظیم بکنید که تورم رو جبران بکنه. کافیه که هر سال 40-50% بیشتر پرداخت بکنه. به همین سادگی. و این بیمه نامه و اندوختش هر چقدر کم باشه لازمه در واقع زندگی بهتری در آینده است. خب قاعدتاً کسی میخواد بهتر زندگی بکنه باید بیشتر پول بده. همه جای دنیا هم همینه. واقعیت اینه، یک جمله، هر اتفاقی بیفته ما بازنشسته میشیم، ممکنه بیمار بشیم و یه روزی این دنیا میره. و فراموش نکنید هر بیمه نامه‌ای که شما مشاوره میدید و صادر میکنید کشورمون رو جای بهتری با زندگی کردن میکنیم، چون آدما رو از اون معضلاتی که در معمولاً از دوران بازنشستگیشون شروع میشه دورتر نگه میداریم. بیمه قرار نیستش که تمام مشکلات ما رو حل بکنه، اما قسمت بزرگی از مشکلات ما رو حل